سلام، به پارت سوم ویدیوی نکاتی که قبل از خریدن عروس هلندی باید بدونید. خیلی خوش اومدید. بریم ببینیم داستان این پارت چیه. مورد اول احتمال فرار کردن. من خودم به شخص نمیتونم اسم بیرون رفتن عروس هلندی از خونه رو بذارم فرار کردن، چون که پر زدن و از خونه بیرون رفتنشون میتونه به خاطر چیزای خیلی مختلفی باشه. فقط این عنوانو براش انتخاب کردم که یه خورده براتون قابل درک‌تر بشه. اگه در و پنجره خونتون 4 تاق باز باشه، احتمال اینکه عروس هلندیتون از خونه بره بیرون متاسفانه خیلی زیاد میشه. ممکنه یهو یه صدای خیلی بلند بشنوه و باعث بشه بترسه یا گیج بشه، حالت تدافعی بگیره و اینجور چیزا. معمولا ترسیدنشون باعث میشه پرواز کنن. اکثرا هم متاسفانه به این فکر نمیکنن که دارن چیکار میکنن یا کجا میرن و همینجوری سرشون رو میندازن پایین، با نهایت سرعت بال میزنن و میرن. تنها دلیلش هم اینه که فقط میخوان خودشون از خطر احتمالی که شناسایی کردن دور کنن. پس نتیجه چی میشه؟ بله، از خونه میزنه بیرون و چون توانایی مسیریابی رو نداره گم میشه. بله، درست شنید. توتیا توانایی مسیریابی رو ندارن، وگرنه اینجوری نیستن که به شما علاقه نداشته باشن یا فراموشتون کنن. وقتی میرن بیرون با جیغ زدن شما رو صدا میکنن تا بتونن دوباره پیداتون کنن و برگردن خونه. اما متاسفانه اکثرا به خاطر شلوغی و سر و صدای زیاد محیط اطراف موفق نمیشن. بعضی وقتا توی اوایل دوران رام کردن چون بهتون اعتماد ندارن و ازتون دوری میکنن، ممکنه یه همچین اتفاقی پیش بیاد. توی موارد دیگه هم دلیلش میتونه فقط کنجکاوی و شنیدن صدای پرنده‌های دیگه یا همون ترسیدنشون باشه. پس همونطور که دیدید اسمش فرار کردن نیست. متاسفانه رفتنش با خودشه و برگشتنش با خدا. و بیرون هم که خطرات زیادی تهدیدش میکنه طبیعتاً. پس لطفاً توی زمانایی که از قفسش بیرونه اصلاً در و پنجره ها رو باز نذارید، حتی اگه پنجره‌هاتون توری داشته باشه. اینجوری خیالتون راحته که عزیز دلتون گم نمیشه و اتفاق بدی هم براش نمیفته. مورد دوم، سن عروس هلندیه. در مورد سن باید خیلی دقت کنید توی انتخابتون. اگه هم از من بپرسید، بهترین سن برای به سرپرستی گرفتن عروس هلندی 2 ماهگیشه. عروس هلندی‌ها باید توی سن کمتر از 45 روزگی سرلاک بخورن و قطعاً باید پیش کسی باشن که تجربه کافی رو داره، چون فرآیند سرلاک دادن به شدت حساس و حیاتیه و اگر اشتباهی مرتکب بشید متاسفانه ممکن از دست بدیدش. برای همین توصیه من اینه که جوجه رو توی 2 ماهگی بگیرید که از دونخور بودنش مطمئن شده باشید. البته اگر جنسیتش براتون مهم نباشه. اگه میخواید از جنسیتش مطمئن بشید، باید جوجه حدوداً 5-6 ماهه بگیرید، چون توی این سن رفتارشون کاملا متناسب با جنسیتشون. یعنی چی؟ نگران نباشید. یه ویدیویی تشخیص جنسیت تو راه. از 1 سالگی به بعد هم رام کردنشون سخت میشه، هم سخنگو کردنشون. درست همونجوری که شخصیت و تربیت آدما از یه سنی به بعد شکل میگیره و تغییر دادنش یه جورایی غیر ممکن میشه. از 2 سالگی به بعدم که یه جورایی جفتش غیر ممکن میشه و اگه هم غیر ممکن نباشه خیلی سخته و زمان و انرژی زیادی ازتون میگیره. پس حتما عروس هلندی رو از یه آدم مطمئن بگیرید و در مورد سن دقیقش ازش سوال بپرسید، چون به معنای واقعی کلمه مهمترینه. اگه سنش خیلی بالا باشه، مثلا 3-4 سالگی و از قبل رام نشده باشه، احتمالش خیلی زیاده که هیچ وقت نتونید رامش کنید یا به حرف بیاریدش. فقط میتونید شیرینکاریهای مختلف رو بهش آموزش بدین و البته شرط اونم رام بودنشه. مورد سوم، احتیاج به جفت. بعد از حدود 17-18 ماهگی عروس هلندی‌ها به جفت نیاز دارن. این حق طبیعیشونه و نباید ازش محروم باشن. در کردنش هم اصلا کار سختی نیست. خودتون رو تصور کنین مثلا محکوم به این باشید که تا آخر عمر تک و تنها توی یه قفس بمونید و فقط بتونید با یه سری غول که حتی نمیدونید چی هستن ولی دوستشون دارید ارتباط برقرار کنید. تصورش هم غم انگیزه. توی انتخاب جفت باید خیلی دقت کنید. سن و رام بودن عروس هلندی که قراره بیاریدش خونه خیلی مهمه. باید رام شده باشه، سنش هم توی حدود سن عروس هلندی خودتون باشه. حالا بهترین سن برای جفت شدن عروس هلندی چیه؟ حدود 1.5 سال، یعنی همون 17-18 ماهگی. نباید از این سن بزرگتر بشه، چون ممکنه دیگه با هیچ عروس هلندی جفت نشه و در عین حال به خاطر نداشتن جفت اذیت بشه. و نباید هم توی سن کمتری باشه، چون بدنش آسیب میبینه. مورد چهارم، تفاوت‌های عروس هلندی نر و ماده. رسیدیم به قسمت جذاب و پرسوال ماجرا. عروس هلندی نر بگیرم یا ماده؟ کدومش بهتره؟ تأثیری هم توی رفتارش داره؟ اصلا تفاوتشون چیه؟ حمله به سوی جوابا. عروس هلندیای نر همیشه پرطرفدارترن، چون هوش بیشتری دارن، شیطون‌ترن، فعال‌ترن، میرقصن، آواز میخونن، حرف میزنن و خیلی راحت شیرینکاری‌ها رو یاد میگیرن. اما معنی این حرفم این نیست که عروس هلندیای ماده بی بخورن و اونا هم هوش نسبتاً خوبی دارن و گاهن قابلیت یادگیری کلماتو دارن. شیرینکاری‌ها رو هم به خوبی یاد میگیرن. بیشتر به ژناشون بستگی داره که چه خصوصیاتی داشته باشن، ولی شما میتونین با صبر و تلاش و زمان بیشتر به اونا هم صحبت کردن رو یاد بدید. اما توانایی آواز خوندن رو ندارن و فعالیت کمتری دارن. جیغ کشیدناشون هم
کمتره و در کل آرومترن. عروس هلندی این ماده به صورت طبیعی توانایی حرف زدن رو ندارن، اما بعضی وقتا یه سری جهش‌های ژنتیکی باعث میشه بتونن چند کلمه حرف بزنن. یه تفاوت دیگه هم که دارن اینه که بعضی وقتا عروس هلندیای ماده وابستگی بیشتری به سرپرستشون پیدا میکنن. اگه ترجیح میدید عروس هلندیتون فعالیت و سر و صدای کمتری داشته باشه، بهتر ماده رو انتخاب کنید و برعکس اگه دنبال شلوغی و جنب و جوش و کارا و صدای بامزه هستید، عروس هلندی نر گزینه مناسب تری. مورد پنجم، انواع نژاد. نژاد توی قیمت و ویژگی‌های عروس هلندی خیلی تاثیر میذاره. اگه بخوام مثال بزنم، عروس هلندی لوتینو قیمت بالاتری داره. من زیاد وقتتون رو واسه بررسی انواع نژادا نمیگیرم، چون مسئله اصلی اینه که هر نژادی به جز نژاد خاکستری جز نژادهای اصلاح شده است. یعنی توی طبیعت وجود ندارن و دانشمندامون زحمت کشیدن، دستکاریشون کردن که اینجوری شده و معمولاً یه سری نواقص دارن، چون نژاد اصلی و طبیعی نیستن. با این حال ممکنه شما به خاطر خوشگلیشون دلتون بخواد اونا رو انتخاب کنید. تفاوت‌های خیلی چشمگیری ندارن، ولی اگه مثال بخواید میتونن به کمتر بودن هوش و ضعیف‌تر بودن سیستم ایمنیشون اشاره کنن. عروس هلندیای خاکستری قدرت بدنی بالاتری دارن، دیرتر مریض میشن و باهوش‌ترن. پس اگه تصمیم دارین نژادی غیر از نژاد خاکستری بگیرین، باید مراقب باشین که مراقبت و حساسیت بیشتری نیاز دارن. خب اینم پارت سوم از سری نکاتی که قبل از خریدن عروس هلندی باید بدونید. بعد از دونستن این مورد نوبت چیه؟ بله، ویدیوی رام کردن درست و اصولی که توی راهه. براش بلیت گرفتم، پس حتما منتظرش باشید. امیدوارم تا الان آگاهی کافی رو کسب کرده باشید و برای مراحل بعدی حسابی آماده باشید. شب و روزتون خوش، حال دلتون خوب. زود میبینمتون. فعلا